سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو این کانال. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. امروز میخوام پازل حل کنم دیگه، یعنی پازل تصادفی همه تمها از ریتینگ 1982 تا 2443 همه تمها بریم حل کنیم، تا الگوها رو یاد بگیریم. شما میتونید با من نگاه کنید، تماشا کنید، نظری کامنتی داشتید در کامنت ها به من بگید، لایک بزنید، بریم سراغ ویدیو. بعد بگید که خوشتون میاد از این ویدیو، دوباره ویدیو بسازم. آره، یه روحیه‌ای بدید به من تا داخل همین کانال دوباره براتون ویدیو بسازم. خب این اولیش اینه. خب اینو اولش اشتباه زدم ولی باز درست. اوکی، قربانی بود. اینم از این تو کیش، اینم اشتباس. خب این کیش اول باید بدیم، میاد بالا کیش اومد. اوکی، دارم بزنم برم بالا. نمیدونم، زدنی نیست. اینو من دیدم اولش ولی میزنه. بازم کیش اومده. اوکی اوکی، بریم بعدی. نوبت مشی. خب میزنیم. خب اینو من بلدم. تا وقتی که شاهش نیومده داخل این خونه های مشکی بالای پیاده من، یعنی یه سمت راست یه چپ، تا وقتی اونجا نیومد یا کنار همین جلوی پیاده خودش سفید، ما هم نمیایم اینجوری. الان این اگه این اومد باید ما هم همون لحظه بیایم اینجوری. میایم داخل مهمونی، اول اون میاد، بعد ما اومدیم، اون میره، ما میمونیم میزنیم. یعنی اول باید اون بیاد بعد ما بیایم. خب اینو بلدم، یعنی معلومه فکر کنم. خب اینجا رو دیگه بلد نیست. اینه. خب کیش آره درست. بریم بعدی. 2382 ایزی حل کردیم. خب شاه بره کنار. نمیدونم چرا نزنیم. یا چی کنم؟ بیایم عقب. میخواستیم که شمات کنیم نمیشه. خب الان وزیر زیر ضربه الان دیدم میزنیم. خب باید الان بررسی کنیم ببینیم چرا باید شاهو نبریم، با این نزنیم. ما در 3. اوه، روخمون زیر ضربه. خب این 3. اوکی فهمیدم. خب اینو میزنیم. خب این بکنم آسونه. اینه بعدش هم میتونه این باشه که با این نمیشه. نمیدونم، باید نگاه کنیم. آره دیگه میگم که خب اینو من اولش اولش فکر کردم خونه سیتار، ولی نمیدونم، شاید این بگه F3 فکر میکنم. آره F3. خب همینو دقیقا همین ایده‌ای که این سفید زد و من میدونستم. فقط چرا من ایدهشو میدونستم رفتم اسب و سیتار. بعضی از معما آسونه، فقط باید الگوها رو ببینی بعد یاد بگیری، به خاطر بسپری. خب میزنیم زدش، پس بگیریم. اوکی دوباره یه بار حل میکنیم. کیش اینو میاریم. کیش اوکی.
این میخواد منو گول بزنه. من میدونم من زیتا رو میخوام برم، ولی فکر میکنم اشتباهه. یه حرکت اینجا داره، همون زیتاره. خب یه بار گول نخورد. خب زی6 اشتباه. میخوام یه کیش بدم، فکر کردم کیشه. کیش از کجا بدم ازی؟ کیش نداره که. آها او مایس. خب چرا اصلا اینو 100 سال دیدم یادم نمیاد. آها. فقط به خاطر وزیر گرفتن. اوکی ببینم چند تا جلوه با وزیری که گرفت. 7 تا بزنم. 8 تا جلو، یه دونه وزیر و 4 تا پیاده، یه پیاده. اوکی این وضعیت های پیسیده رو همیشه اشتباه میکنم، همیشه. من الان دوست دارم با فیل F4 رو بزنم که میدونم اشتباهه، چون که من این هرچی دوست داشته باشم اشتباه دارم. خب پس اگه این اشتباه باشه من باید با فیل B3 E6 رو بزنم. نمیدونم چرا. نه وزیر زیر ضربه، بذار بزنم. خب الان من میتونم اینو بزنم؟ نه، یا اینو بزن اول خیالت راحت شه بعد بزن. چه کاریه وقتی جلوته. اوکی اگه میزدم چه اتفاقی میافتاد؟ یا اول چی میشه؟ این که اینه. او چیو دیده ببین پشم. به خاطر این اول به اون نظر. اوکی زیاد خوب متوجه نشدم، ولی میریم بعدی. این میدونم قربانی اینجاست. خب اینی که گرفته اینجا چیه این؟ شاید این. آره الان اینو بزنم اشتباس. چی باید کنم؟ نمیدونم. آه سخت بود. خب حتی یه 2 تا پازل عمل کنیم زمان ویدیو زیاد نشه. خب اولش این بود که با رخ میزنیم F6 رو، بعدش هم اینجا رخ میاریم، اینجا این رفت عقب، اینو میاریم جلو، اینو میزنیم. نوبت سفید 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 سفید. اینو دیدم اولش. این نمیشه. این خب میبینم اینا رو، پازل رو میبینم، ولی سرعت هم خیلی پایینه. داخل پازل روش 3 دقیقه اینجور اصلا به درد نمیخوره. الان من اینو دیدم اولش، ولی نمیدونم چرا. ولی میدونم درست. خب اینه فکر کنم. آره اینجا یکیش میدی رفقا، اینجا یکیش میدی، اینجا خواهد آخرین پازل عمل کنیم. برای این ویدیو لطفاً لایک و کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، ویدیوهای بیشتری در راهه. خب این راحت به نظر خودم هنگ کرد. کیش دادم اولش. بذار از دوباره خدا کنه همون قبلیه بیادر. کیش میدی بگیر. چرا؟
کنم درد سر ایجاد کنه اینو دادا. خب اگه اینو بدیم فکر میکنم اینو بزنه، درسته حرکتش همونه، اینو بزنیم میزنه، این در میاد. یعنی این یعنی این بیاد اینجا، اینو بدیم چقدر 3 تا، اینو بزنه این. خب اون چه فرقی داره؟ این خب اگه اینو بزنه ما چی میکنیم؟ اینو میزنیم. خب الان یه دونه اسب جلویم، اینا رو خوب درک نمیکنم پشون. خب بریم پازل بعدی، پازل آخر، سریع حل کنم دوستان. خب این به نظر من اینه اشتباهه. خب اینم میتونه باشه، این میتونه یعنی هست. خب اینو میزنیم، کیش نداره؟ نه بزنیم هم که نمیشه، نمیدونم این چه حرکتی. اوکی آره قشنگ بود. اینو باید دوباره تمرین کنم، یه بار دیگه هم تماشا کنیم. اینجا یکیش دیگه زدش، اینو میزنیم اینجا، این میزنیم. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.